جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که یک فرزند دار میشه، یا دختر یا بچه، وقتی که او عقیقه میکنه، گوسفند میکشه، او را خوراک میپزه، آورده در پیش مردم مهمونو میمونه. در یک روایت در بخارا زمین خمان اصلا در مسجد میکردین عقیقه را. در کجا میکردین؟ در مسجد میکردین. حتی همون استخوان‌هایی که ای بدن عقیقه میبرامده، همون استخوان‌ها را جمع میکردین که سگم نخره، برده در جا گور میکردین که پیغمبر گفتگی بوده است که مال عقیقه مالی به برکت است. حتی همین کارا در بخارا بوده است که همون استخوان‌های همون هم جمع میکردین که این مالی به برکت است، خونی قربانی به برکت است. برای چه خونی قربانی به برکت؟ من که قربانی را نزدیک شده. همون روزی که کارچه را در گلوی قربانی میمونی، بسم الله الله اکبر گفته میکشی، همون خون در زمین نرسیده خدا گناه صاحب قربانی را میگذاره. او گوه که برای توی میکشی، برای تماشا میکشی، برای معرکه میکشی، او یک برابر یک دانه همه قیل قربانی نمیشوه. قربانی در روزگی خدا است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که فرزندان شما در رهنن، در زلاجنیکن. چیکار کنه که فرزندان شما ای زلاجنیک خلاص شوند، ای رهن خلاص شوند؟ ای فرستاده خدا چیکار کنیم؟ پیغمبر میپرسند، میگه یک گوسفند بگیره، او را قربانی کنه، دست و پاش شکنه، معنی چی؟ پوستش کنه، او را خوراک پزه، اوقات پزه، همسایه و حق اطراف و خیشتون دعوت کنه، همون بخرن، در حق فرزند شما دعا کنن، فرزند شما از گره و در نزد خدا خلاص میشه. ای زلاجنی، یعنی عقیقه کنه فرزندتون. عقیقه ای عاق گرفته میشه. آدم وقتی اوتا و آتش حرمت نکنه میگن عاق پدر. هم خیلی کلمه هست یا؟ اگر کسی همین در حق فرزندش نکنه باید میشه عاق فرزند. پدرها هم عاق میشیدین، مادرها هم عاق میشیدین. انا میرم میگن عقیقه ای همین عاق گرفته میشوه. یعنی که حق فرزندی الله جل و علا شانه از یک قطره آب برای یک فرزند نازنین داد. شکرانش همینه که یکم فرزند مسلمان وقتی به دنیا میبیه او را به اذان و قامت پیشواز میگیرن. در گوش راستش میگن اذان، در گوش چپش میگن قامت. این اگه سنت اسلام چی با؟ پیغمبر خدا گفتن جین بده با نام اوموسیبیان، یا جین بده نامش چی بده است؟ اوموسیبیان، یعنی ابلیس بده. همه ما ایمان داریم من شیطان هست، البته یعنی نیروی هست که اون نیروی فیزیکی نیست که بیایه اون قپا و ما را برنجا محکم کنه. اون نیروی فیزیکی نیست، اون نیروی روحی است. خداوند وی خلق کرده نامش مانده ابلیس. ابلیس اصلا این کلمه یونانی است. در قرآن 11 جا در کلمه آدم اومده، 11 جا در کلمه ابلیس. کسی که آدم شوه فقط ابلیس غمتیه. من بینین که ابلیس داریم. و ابلیس چیه؟ ابلیس همین دیابلوس، همون دیویل، یا مردمی مقصد دیگه انگلیچنو میگن که دیول، همون نفر نیرویه که ای رحمت دور. در حق وی رحمت نیست، همون یک نیرویه که از کار خوب دور. نامی وی میگن ابلیس. نامی وی ابلیس. یک ابلیس بوده است که نامی او بوده اوموسیبیان. همون روزی که فرزند به دنیا می اومده، این اومده فرزند غم می داده. در 5 چیزی فرزند دخالت میکرده: ذهنی فرزند، آداب فرزند، هدایت فرزند، اخلاق فرزند، محیط فرزند. 5 چیز اگر همون می اومده نزدیک میشده، 5 چیزی فرزند مسلمان رو ویران میکرده. پیغمبر گفت شما از آن گویگو اوموسیبیان دفع میشوه. ما کودکا کامون به دنیا میبید در گوشون چی میگن؟ یکم از آن چی به همون جین روه. حضرت سلیمان علیه السلام پیامبر الهی همین جین قبیده بوده است.
در زمانی که حضرت با جین و شیطان چی بودن؟ در زمان جین آشکار بودن، اما رخصت الهی نبوده برای نابود کردنش. هر انسانی که اذان و قامت نمیگه در گوش فرزندش، این جین در توفیق هدایت و اخلاق فرزندش ضرر میرسونده. برای همین گوش راست ما در اذان میگن، گوش چپ ما در قامت میگن. برای او اذان میگن برای کودکی، این ای ضرر همو جین و مصیبیان ابلیس خلاص خره. یک دویمش که اذان و قامتی خبردارش میگن ای نمازی که او را جنازه میگن. دو معنی داره اذان ما. سبحان الله، همه ما با اذان به دنیا آمدگیم. در بیخ گوش ما اذان گفتگیم، در بیخ گوش ما قامت گفتگیم. بعد از این دویم چیزی بزرگ چیه؟ جناب پیغمبر گفته لی خمسة اسماء، من 5 تا نام دارم. یکم نام من احمد ہے. خشا به حال آدمی که هم نام رسول الله ہے. یکم نام من احمد ہے، دویم نام من باعث ہے، سیم نام من حاشر ہے. برای که روز قیامت من قدم میزنم، گفت ای تگ قدم من امتم خستن میگیره. من در قیامت میستم، گفت من حاشرم، اطرافی من در جمع میشه. همه نامش حاشر بده. چهارم نام پیغمبر محمود بده. پنجم نام پیغمبر که در دنیا مشهوره محمد بده صلی الله علیه و سلم. ما امت شیم. خشا به حال آدمایی که 5 نام میمونن فرزنداشون ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت کسی 3 نام ای فرزنداش در خاندانش 3 نامی من امونه، خاندانی وی در کمبغلی ابدالآباد نمیبیو. کسی 3 فرزندش نامی رسول الله مونه. کدام ای فرستاده خدا؟ گفت محمد، محمود، مختار. کسی 3 فرزندش 3 نامی رسول الله را مونه. یک نام پیغمبر مختار هم بده. اگر کسی 3 نام مونه گفت در خونه و کمبغلی نمی بیای ابدالآباد، فقیری نمی اومده، فقط به دولت میشده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن فرزنداتون به 5 جهت نام مونه، به 5 جهت نام مونه. یکم اسماء الحسنا مونه، 99 تا نام خدا. عبدالاحد، عبدالقادر، عبدالستار، عبدالواحد، 99 تا نام خدا رو فرزنداتون یاد شمونه. ای اولش با کلمه عبد. دویم نامای رسول الله را مونه، احمد و محمود و حامد و این. سیم نام بزرگای دین مونه، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و خالد و حمزه. چهارم نامای رمانه که به دین پیوستگی کنه، غیاث الدین، ریاض الدین، شمس الدین، قمر الدین. ایخه ناممونه. پنجم هر نامی را که در داخل او عزیزا در ترجمهش غلط نباشه، مثل خورشید، مثل مهتاب، مثل یک نامای مونه که ترجمهش به معنی نباشه. پیش حضرت عمر یک مرد میبیو ای فرزند شکایت میکنه، میگه فرزندم حرمتم نمیکنه، به حد غمو میتیه. میگه من فقط دعای بعدش میکنم. این عق شدگیه. بچهش هم میبیو میگه پدر امیر المومنین همین پدری منه. همین فرزنده هم در ذمه اوتا حق دارن؟ میگه بله حق دارن. میگه چی حق دارن؟ میگه یکم همینه که نامی نیک باید فرزندمونی. میگه این نامی من جعل مونده. به عربی جعل میگن، به تاجیکی خمون گمبوسک یا قنغوز میگن. خمون قنغوزه که در تپکا میگرده، عربا اوه جعل میگن. اون نامی من قنغوز مونده. همه ما را مسخره میکنه، حق عقیقه را بجا نیاورده. ای دستی من گرفته پیش یکون دوملا و علیم و مکتب نبرده. من چخیل کلان شدم، دمخ محیط کلان شدم. حضرت میگه نگاه کرد طرفی اون مرده، گو پیش از آخ کردن این بچه تو خود آقی فرزند شدی. اون فرزند امانت خدا های. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن حق فرزند در گردن پدر و مادر همینه که ای یحسن اسمه، نامی نیک مونه بچه‌تونا. نامی نیک موندن سنت رسول الله های. عقیقه کردن سنت رسول الله های. پیش داملا و عالم بردن سنت رسول الله های. مکتب و مدرسه و اینستیتوت برده صاحب نامه های کمال کردن و فرزند عالم کردن سنت رسول الله های. این فرزند امانت های. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن روز قیامت
انا همین تهگیرانی را دیدگیه، من تراشه و تخت چهارا میمونم، علامتیم به ای بالاش کنده ها را میمونم و در میگیره. همین تهگیرانی خس و خوشا کنده را میسوزونه. با گفت فرزندای بدی که تربیت میته روز قیامت، انمو خس و خوشا که هستن که ایتگ شما میمونن، شما را علامتیم. فرزند غم دنیاش کسی میخره، غم آخرت چه کسی میخره، جای او بهشته. کسی غم دنیاش میخره، غم آخرتش نمیخره. این فرزند فقط در قیامت دومانش میگیره به خدا. خیلی که همین دنیا دومان مونه میگیره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گوهربارشان میفهمونن که امت من، یعنی که مسلمان، خیر و نونش در آدم به تقوا و به نماز تیه. با قوه خیر و نماز و اوقات همین میره و نماز میخونه، صاحب خیرم در ثواب خوش بوده. همین خیراتونه و خدایاتونه ناناتونه باید آدم نماز خونده تی با ثوابش دیگه بوده. همون با دعا میکرده در ثواب هوای ما هم خوش میشیدیم. یکمش همین